بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وقتتان بخیر بیننده گرامی. در یک دیگر از برنامه گذار شهری با من شریف نوری از رسانه پایتخت خوش آمدید. امروز آمدیم در منطقه کمپنی اینجا مال بازار آمدیم در مورد قربانیایی که قرار است در روز عید از اینجا خریداریشان برای عید قربان یک گزارش داشته باشیم. در کنار ما یک از فروشنده گوسفند قرار دارند. سلام برای گرامی، خوب است؟ سلام علیکم. سلام زنده باشید. زنده باشید. میشه یک سلام علیکم همراه دوستان داشته باشیم و خودتون معرفی کنید؟ یک سلام خاص به وطندارایی که در داخل کشور است و در بیرون کشور است. عید پیش از پیش برشان تبریکی میگیم. قربانی هایشان خدا قبول کنه که چی در بیرون کشور است و چی در داخل کشور است. اینا می گوسفندک هاست، مال هاست. این مال هم داریم، داخل کشتارگاه هم داریم. دوستایی که میخرن از اینجا بس سرشان سودا میکنیم، در داخل هم دفر داریم برشان ذبح کنه. بسیار خوب. چطور است وضعیت کاربار؟ خوبه نسبت به سال گذشته. چطور است؟ با سالهای گذشته حالا یک ذره بازار بسیار پرسرعت نیست. باید که امروز روز عرفه است، یک روز قبل از روز عید است نه؟ باید بازار نسبتا خوب باشه. باید خوب باشه که نیست. زیادتر مردم تمام حیوانات را برای قربانی خریداری میکنند. گاو، گوسفند، بوز. باز دوستایی که ذره روزگارشان خوب است و جور است گاو میگیرن. بازی که مثلا روزگارشان فامیلی فکر کنه 50% است، اما قاعده مواسط توان خودشون یک دونه گوسفند میگیرن ذبح میکنن، همون بچه گوسفند. خب فروشش شما امسال نسبت به سال گذشته چه قسم است؟ خوب است دیگه، کار کش نداره دیگه نسبت به سالهای قبل دیگه. حالا خوبه. بازار خرید فروش ها در روزهای نزدیک به عید چگونه است؟ مثلا روزهای عید هم فروشات متفاوت باشه نسبت به باقی روزها؟ از روز فعلا دیگه همین در روزی که میمونه خریداری شروع میشه کم برای شب که میشه خرید دیگه پرسرعت میشه. با توسعه امید مردم قربانی میکنه و ذبح میکنه و خرید دیگه حلال. مشتری زیاد به قیمت توجه داره یا به چاق بودن لاغر بودن؟ نه به قیمت هم با توجه. مثلا مال چاق هم فهمیسته که خرید میکنن چرا دیگه. بسیار خوب. دوستا و وطندارای و هر وقتی که میایم داخل نقاش که چی باشه چاق چی خرید باشه این نمیجا هستیم. این مال ماستک داخل کشتارگاه ماستک ما در خدمتش هستیم. نسبت به وقت فکر کنم وقت 7% بود سال قبل، حالا فکر کنم 70% شده. اینا 30% 40% فکر کنم پایان آمده. امروز از صبح تا هنوز که نصف روز است چاشت است چقدر فروش کردین؟ اول فکر کنم 10-15 تا فروختیم. عادی اما مال که ما داریم 10-15 تا فروش کردین. قدر وقت سال قبل 30 تا و 35 تا و 40 تا میشد. حالا نیست بازار. باز کدام روز بازار نسبتا شلوغ‌تر است؟ سلام بخیر. اگر رضای رب العالمین باشه که عید است سلام بازار داریم بخیر. خب بسیار خوب. خب نظر شما در مورد عید و فرهنگ عید قربان چی است؟ خب این قربانی از ابراهیم خلیل الله که فامیل است که از چی برای ما شما مانده قربانی برای خدا بگن. از کجا میدونم که حیوان مثلا گوسفندی که شما میفروشین سالم است یا کدام مریضی داره؟ از شما بفهمید. گوسفند معلوم میشه، گوسفند چاق، گوسفند پروی معلوم میشه. خب از بزنین شاید معلوم میشه جان. بسیار خوب. خب اگر پول زیاد داشته باشی خودت به عنوان مشتری چند گوسفند برای قربانی میخری؟ آیا مثلا خود شما مشتری پول زیاد داشته باشیم میتونیم که یک گوساله بگیریم ذبح کنیم. میتونیم فامیلی سگ 2 تا 3 تا گوسفند بگیریم ذبح کنیم. یعنی روز کس بازار قربانی بسیار نسبت به باقی روزا شاید خوبتر باشه. مردم بسیار باشه برای خریداری میکنن. کار است که فامیلی سگ ثواب داره قربانی. بسیار کار به نام خداست. ببین ما شما کوشش میکنیم که برای خود یک لباس خوب بگیریم، یک پوشاک خوب بگیریم، زندگی خوب کنیم، زندگی خوب داشته باشیم. یا فامیلی سگ کار است که به نام رب العالمین فامیلی سگ ذبح میکنیم با شما قربانی میکنیم با شما. خب با عنوان آخرین پرسش کدام پیام حرف گفتنی چیزی داشته باشی برای مردم کامرای ما در خدمت شماست؟ عید خوش داشته باشن، عید خوب داشته باشن، خدا قربانیاشون قبول کنه. دیگه کنم گفتنی نداریم. من بخیر باشید، زنده باشید. خوش باشید. تشکر برای خوش باشید. روز خوش. عید خوش. عید خوش. زنده باشم شما. خب بیننده‌های گرامی این هم بود مجموعه برنامه گزار شهری. ما تقدیم شما خوبان کردیم تا برنامه دیگر که من شریف نوری در خدمت شما خوبان و عزیزان قرار میگیرم. همه شما رو بالله یکتا و بنیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.